الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم به همه همدیاران عزیز. سلام به همه دوستان رادیو مهر. فرزانه هستم در برنامه هزار داستان. دوستان خوبم، نماز و روزه هایتان انشاءالله قبول باشد. امروز میخواهم یک داستان خیلی زیبایی را برای شما همدیاران نقل کنم. شاید بهتر است نامش را داستان نگذاریم، یک خاطره نامگذاری کنیم که شاید برای ما هم روزی پیش آمده باشد و یا شاید پیش خواهد آمد و ممکن است برای بعضی ها خاطره خوشی باشد و برای برخی دیگر خاطره ناراحت کننده. روزی در خانه دوستی بودم که پسرش در صنف سوم تحصیل میکرد. پسرک در کناری صندلی نشسته بود و مشقهایش را مینوشت. در خانه را زدند. بابای پسرک از روستای دور آمده بود. بابا به خانه در آمد و پس از احوال پرسی با لبخند زیبای همیشگیش یک بسته قلم‌های رنگه را به نبیره‌اش داد و گفت: این هم جایزه تو که بهای 5 گرفته ای پسرکم. پسری 10 ساله بسته قلم‌های رنگه را گرفت و تشکر کرد و چند لحظه بعد گفت: بابا جان، شما باز هم از این جنس‌های ارزان قیمت خریدید؟ آخر حالا قلم‌های رنگی خیلی قیمت و زیبایی هست که از خارج می آورند و خیلی بهتر از این قلم‌ها است. این قلم‌ها خیلی زود می شکند. مادر به بابای پسرک گفت: دیدید پدر جان، میبینید بچهای این دور و زمانه را؟ اینها خیلی باهوش هستند و جنس ارزان و قیمت را میشناسند. نمیشود اینها را با این چیزهای ارزان راضی کرد. بابا چیزی نگفت. من خیلی ناراحت شده بودم و برایشان توضیح دادم که این رفتار پسر بچه نشانه هوشمندی نیست و این داستان را برایشان تعریف کردم. آن زمان که من هم مکتب بچه بودم، خاله‌ام که خیلی پیر شده بود، گاهی به دیدنشان می رفتیم و او برای بچه های هم قد من هدیه می داد. بیشتری وقتها هدیهش تیکه های کوچک قند بود. باری اول که به من تیکه قند داد، آهسته به پدرم گفتم: این تیکه قند کوچکی هدیه نیست. پدرم رایشان را به من ترش کردند و گفتند: دخترم، خاله جان تو را دوست دارد، هر چی برایت بدهد هدیه است. وقتی به خانه من برگشتیم، پدر برایم توضیح دادند که در روزگاری کودکی خاله جانم قند خیلی کمیاب و قیمت بوده است و بچه ها آرزو میکردند که بتوانند یک تیکه قند داشته باشند. برای همین خاله جان هم خیال میکند که قند هنوز هم خیلی چیز مهمی است. بعد گفت: ببین دخترم، قندان خانه پر از قند است، اما این تیکه قندی که خاله جان داده است با آنها خیلی فرق میکند، چون نشانه مهربانی و علاقه او به شما است. این تیکه قند معنا دارد. آن قندهای درون قندان فقط شیرین هستند، اما مهربان نیستند. وقتی کسی به ما هدیه می دهد، منظورش این نیست که ما نمی توانیم مانند آن هدیه را بخریم. منظورش کمک کردن به ما هم نیست. او می خواهد علاقه‌اش را به ما نشان بدهد. می خواهد بگوید که ما را دوست دارد و این خیلی با ارزش است. این چیزی است که در هیچ بازاری نیست و در هیچ مغازه‌ای آن را نمی فروشند.
سال از آن دوران گذشته است و من هر وقت به یاد خاله جانم و تیکه قندهای مهربانش میافتم دهانم شیرین می شود، کامم شیرین می شود. همه می توانند پولدار شوند ولی همه نمی توانند بخشنده شوند. پولداری یک مهارت است و بخشندگی یک فضیلت. همه می توانند درس بخوانند اما همه فهمیده نمی شوند. باسوادی یک مهارت است اما فهمیدگی یک فضیلت. همه یاد می گیرند زندگی کنند اما همه نمی توانند زیبا زندگی کنند، زیرا زندگی یک عادت است اما زیبا زندگی کردن یک فضیلت. به امید که زندگیتان پر از این فضیلت ها باشد. پس تا یک برنامه زیبای دیگر شما عزیزان را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.